من 18 ساله‌ام، یک دختر ناز میبینم با تلفن گپ میزنیم. همین کاری ما درست است یا نه؟ برادر عزیز، من یک سوال میکنم، خودت خلاصت برو. یک مردی بیگانه با خواهر خودت امی خیلی که تو صحبت میکنی انا همون خیلی صحبت بکنه. نغزت میبینم بگو خلاصه هم دلی خواهری ترا بیاو فقط با تلفن چخ بکنم بشینه. همین کار تو چه خیلی پسند میکنی؟ برات پسند هست؟ پس این سوال هست که باید خودت سوال کنی و جوابی او را برای من نه، برای خودت باید جواب بگوی. برادر عزیز، این فقط مثال عقلی آوردم برادر عزیز، ولی از روی شریعت قطعا حرام است. این کار رابطه نامشروع. الله رب العالمین در قرآن میفرماید ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. شما نزدیک به زنا نشوید. میگه چی جایی که زنا کردن، حتی میگه نزدیک به زنا نشوید. میگه خداوند نگفت که شما زنا نکنی، گفت که شما به زنا نزدیک نشوید، چون که زناکاری کاری زشت و راهی بدی است. خب و همین صحبت کردن شما را به زنا نزدیک میکنه. خب صحبت کردن خداوند در قرآن برای زنها حرام میگه، منع میکنه. فلا تخضعن بالقول میگه ای زنها شما با مردها نرم صحبت نکنی و او زن با تو نرم صحبت میکنه، شوخی ها میکنه، چق میکنه. همه این کارهای شما مخالفی فرموده های خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم است. از این کار قطعا پرهیز کنید برادر عزیز. ابتدای زندگیتون با حرام آغاز نکنه که کامیاب نمیشوید در زندگی. هرگز شما را کامیاب نمیکنه و در بین شما خداوند الفت و محبت و یکدیگر فهمی را خداوند هرگز عطا نمیکنه. شما ابتدای زندگیتون با تقوا آغاز بکنه، با تقوای الله، با ترس الله شما زندگیتون آغاز کنه. با رابطه های نامشروع آغاز نکنه برادر عزیز. از الله بترسه.